امسال پاسپورتمون رو گرفتیم بعد 9 سال. چجوری اصلا مهاجرت کردی؟ کی مهاجرت کردی؟ سلام به چنل یوتیوب من خوش اومدین. من امروز میخوام برم بیرون. بعد گفتم حالا میام آمادهشم یه ویدیو بگیرم و جواب این سوالی که خیلی ازم میپرسین کی مهاجرت کردی؟ کی رفتی؟ با کی مهاجرت کردی؟ چجوری مهاجرت کردی رو بهتون بدم. براتون نوشتم که نکته ای رو از قلم نندازم. بریم که با هم آماده بشیم. اولین سال اینه که کی مهاجرت کردی؟ من 9 سال پیش مهاجرت کردم، یعنی میشه سال 2016 مهاجرت کردم. با کی مهاجرت کردی؟ من با مامانم و خواهرم مهاجرت کردم که خواهرم خیلی بچه بود زمان که مهاجرت کردیم که اینجا مهد کودک یعنی میرفت، یعنی از مهد کودک شروع کرده بود، اصلا بلد نیست که فارسی بنویسه. سال بعدی اینه که چجوری اصلا مهاجرت کردی. خب ما 9 سال پیش تصمیم میگیریم که بیایم و اصلا اینجوری هم تصمیم نمیگیریم که خب بریم بمونیم اونجا، اینجوری اصلا نبوده. اینجوری بوده که ما برای مسافرت میایم و مامان من و بابای من تصمیم میگیرن که خب ما مثلا برای آینده بچه‌ها دیگه کلا بیایم اینجا، چون مثلا ما 2 تا دختر بودیم. مامانم همیشه دوست داشت که ما رو بیاره اینور به جای که توی ایران بمونیم. بعد ما مسافرت میایم بدون هیچ آگاهی، که یعنی مثلا خدافزی، هیچی وسیله بیاریم و اینا. فقط من مثلا وسایل برای 1 ماه موندنمون آورده بودیم. اینو بکشم چرا کج کشیدم باورم نمیشه. بعد مامانم میره و با وکیل و اینجور چیزا حرف میزنه که بهش این راهو پیشنهاد میکنن که مامان من بره درس بخونه و کار بکنه و بعد برای پیار اپلای بکنه و بتونه پاسپورت بگیره. که شاید باورتون نشه و من و کلا مامانم و خواهرم امسال پاسپورتمون رو گرفتیم بعد 9 سال. یعنی واقعا سخته، راهی که میخوام بهتون بگم خیلی سخته از اون چیزی که فکرش میکنیم. وقتی که ما میایم اینجا با ویزیتور ویزا میایم و یادمه که ویزای 5 ساله داشتیم اون موقع. و وقتی که میایم اینجا مامان من برای استادی پرمیت اپلای میکنه. استادی پرمیت یعنی چی؟ یعنی که تو اجازه درس خوندن داری توی کانادا. توی کانادا بهت اجازه درس خوندن میدن، بری و یه درسی رو شروع بکنی. که مامان من توی کالج سنکا شروع میکنه یه پروگرام رو میخونه، میکاپ آرتیست، یعنی همین میکاپ کردن. برای پروگرامش هم 2 سال بوده. توی سنکا 2 سال میکاپ آرتیستی میخونه. باید برای ورک پرمیت اپلای کنن. ورک پرمیت چجوریه؟ ورک پرمیت اینجوریه که تو اجازه کار در کانادا رو داری و شروع میکنی به کار کردن و اپلای میکنه برای ورک پرمیت و اکسپت میشه و شروع میکنه کار کردن. اینم پرسیدم براتون که حالا حتما نباید اینجوری باشه که همون چیزی که خوندی رو تو بری راجبش کار کنی. نه، میتونی اصلا یه چیز دیگه بخونی بری راجب چیز دیگه کار کنی. و اینم بهتون بگم پرسیدم 1560 ساعت تو بعد از اینکه ورک پرمیت رو میگیری باید کار بکنی قانونی توی کانادا. ولی دیگه اینه که شما باید برای آیلتس بخونین و امتحان آیلتس رو بدین که مامانم امتحان آیلتس رو داد و با این نمره خیلی خوب قبول شد. فکر کنم، اینو مطمئن نیستم، اینجوریه که شما آیلتس رو که میدین نسبت به نمره‌ای که میگیرین پوینتتون جمع میشه. یعنی اگه مثلا 8 بگیرین پوینت بهتری میگیرین تا کسی که 6 گرفته. فکر کنم، مطمئن نیستم. بعدش چیکار میکنی؟ برای پیار اپلای میکنی. جواب پیار معمولاً 1 تا 2 سال طول میکشه که جواب پیار رو بدن بهتون و مال ما 1 سال طول کشید. مال ما 1 سال طول کشید، ولی خب تا 2 سالم من دیدم که طول میکشه. بعدش باید شما 3 سال در کانادا بمونین. بعد از اینکه پیارتون رو میگیرین 3 سال توی کانادا بمونین تا بتونین برای پاسپورتتون اپلای بکنین. یعنی اگه مسافرت برین، مثلا فکر کنین که شما وسط این 3 سال 2 ماه میرین ایران یا 2 ماه میرین استانبول یا 2 ماه میرین دبی، این 2 ماه از اون 3 سال کم میشه. یعنی حالا شما 3 سالو، یعنی اون 3 سالو بعد با بودن توی کانادا پر کنید. بعد از اینکه اون 3 سالو پر میکنین شما الیجیبلین که برای پاسپورتتون اپلای کنید. ولی بازم برای پاسپورت اپلای میشین
2 تا مرحله داره. یه دونه این که امتحان دادن که امتحانش از جغرافیا و تاریخ کانادا بود، من دادم و شما فکر کنم 3 بار میتونین که اون امتحان رو بدین و باید مثلا 20 سال چهارگزینه‌ایه، شما باید 15 تاشو درست بگین وگرنه میافتین. که من بار اول که امتحان دادم 16 از 20 گرفتم. خلاصه که من همین فکر کنم 4-5 ماه پیش پاسپورت ما رو گرفتیم همه بعد اون 9 سال و ببینید من زیاد خیلی کار خاصی نکردم، همشو مادر عزیزم کرد و از همینجا ازش کلی تشکر میکنم و بوس بهش. میدونم خیلی زحمت کشید، خیلی سختی کشید. مهاجرت واقعا خیلی سخته و همیشه تا وقتی انجامش ندی نمیتونی بفهمی که چیه واقعا. یه سوالی هم بود که به نظرت مهاجرت بکنی به نظرت مهاجرت نکنی. به نظر من خیلی به خودتون بستگی داره. چرا؟ چون من خیلی از آدم رو اینجا دیدم که یعنی برگشتنم ایران و الانم حتی باشه میبینم که ایران براشون جای بهتریه، خیلی هم نه الان اینجا خیلی جای بهتریه براشون. واسه همین خیلی بستگی به خودتون. مرسی که ویدیوی منو دیدین. حالا بازم براتون از این ویدیوها بیشتر میذارم. اگه ایده‌ای دارین، چیزی دارین بهم بگین، یا اگه سوالی درباره مهاجرت دارین که اینجا توی ویدیو براتون توضیح ندادم بهم بگین که سوالاتون رو بپرسین. اگه بدونم جواب میدم، اگرم ندونم حتما سوالو براتون میپرسم و بهتون میگم. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. چنل منو لطفاً سابسکرایب کنید و بای بای.